والی ولایت تخار افغانستان میگوید اختیاری‌های مسلح و سربازان ارتش افغانستان حمله طالبان سلاح به دست را خنثی کردند. صبح یکشنبه 11 ایول طالبان به شهر طالقان مرکز ولایت تخار افغانستان حمله گسترده راه اندازی نمودند، ولی زیر فشار واحدهای نظامی اختیاری‌های مسلح و نیروهای امنیتی افغان به عقب نشینی وادار شدند. و تمام تهاجم دشمن را دفع کردند. در نتیجه ایستادگی و مقاومت بسیجای مردمی ما تحت نیروهای دفاعی و امنیتیمان دشمن با تلفات بسیار سنگین و بی سابقه را داشتند که در امی 4 استقامت و 4 موقع 55 نفر کشته داشتند، تقریبا در حدود 90 نفر زخمی داشتند. خبرگزاری رویترز نوارها از این نبرد را نشر نموده است. ما دفاع از خاک میکنیم، دفاع از وطن میکنیم، دفاع از بیرق میکنیم، دفاع از دولت میکنیم. این وطن ماست، این خاک ماست، ما در اینجا میجنگیم. هفته‌های اخیر طالبان در شمال افغانستان پیروزی‌های زیاد داشتند. از جمله تمام ناحیه‌های ولایت تخار به استثنای شهر طالقان زیر نظارت سلاح‌برداران این جنبش اسلامی میباشند. پیشرفت‌های طالبان با آغاز بیرونشوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان در ماه می سال روان وسعت یافتند. ایالات متحده آمریکا در آخر سال 2001 حکومت طالبان را که با پشتیبانی از اسامه بن لادن و جنبش تروریستی القاعده متهم می‌شد از قدرت دور نموده بود. سال گذشته با امر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نیروهای آمریکایی خارجشوی از افغانستان را شروع کردند. ایالات متحده آمریکا و طالبان به موافقت رسیده بودند که ایالات متحده آمریکا در مقابل کفالت‌های امنیتی طالبان نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کشد. مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان که در قطر جریان دارند تا هنوز به نتیجه نرسیدند.